سلام رفقا، خوش اومدیم به ویدیو دوممون از چنل لبن. امیدوارم که از ویدیو قبلی خوشتون اومده باشه. چیزایی که مد نظرمون بود رو بهتون گفته باشیم. توی این ویدیو قراره از رابطه حرف بزنیم که این آقا رابطه چجور باشه، اصلا چیزایی که یه فرد از یه رابطه میخواد چیه. اومدیم حالا در حد توانایی، در حد تجربه‌ای که داریم بگیم از این رابطه براتون که چی خوبه چی بده. امیدوارم خوشتون بیاد. سلام بچه‌ها، یاسینم. خوب هستین؟ امیدوارم اوقات بچه‌ها میگیم مگه الان یه دونه سابسکرایبر داریم مثلا؟ چرا یه دونه داریم؟ یه دونه داریم. آره توی سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستایی که در آینده یا شاید از گذشته به ما ملحق شدن و امیدوارم از ویدیوی معرفی قبلی خوشتون اومده باشه و بفهمیم فاز چنل چی هستن. هرچند کارهای متفاوت تری هم انجام میدیم. تو این ویدیو میخوایم در مورد رابطه حرف بزنیم، همونطور که استاد فرمودن. بله، در مورد جنبه‌های مختلف رابطه هستن. موضوع رابطه خیلی بحث گسترده. یه تجربیاتی که خودم و عرفان گل از رابطه داشته رو میخواد با شما به اشتراک بذاره. امیدوارم خوشتون بیاد و بتونم 1% کمک کرده باشم بهتون. Let's go! بزن بریم. موضوع اولمون اهداف رابطه است. اصلا ما که میخوایم بریم توی یه رابطه با چه هدفی میریم؟ خیلی هدف ها هستش، مخصوصا تو این دور زمونه خیلی هدف های اصلا مزخرفی شده. اصلا کلا رابطه نیست تو این چرا میخوای؟ الان گاز بگیر. چرا میخوای؟ دور زمونه. حالا بگذاریم از این حرفا. رابطه خوب نیست. آره. اهداف از رابطه، ببینید هر رابطه‌ای که تشکیل میشه، اصلا چه رابطه تجاری باشه، چه رابطه عشقی باشه، چه رابطه دوستی باشه، هر کدوم یه هدفی داره. اصلا نمیشه یه رابطه هدف نداشته باشه. این که مثلا بیای بگی صرفا رابطه میخوام مثلا عشقی باشه فلان باشه، اون به نظر من خیلی چیز محدود تریه. یعنی میتونی از یه رابطه خیلی منظور و اهداف داشته باشی. این خیلی بهتره به نظر من. شنیدین که میگن بهترین رابطه‌ایه که رابطه عشقی رو میگم، رابطه‌ایه که طرف مثلا با دوست صمیمیش بهترین دوستش بره تو رابطه. خب خیلی اصلا یعنی اهداف رابطه خیلی میتونه متفاوت و متنوع باشه. مونده به چی فکر کنی توی رابطه. میتونی مثلا توی یه رابطه‌ای صرفا یه هدف رو دنبال کنی که این میشه یا یه رابطه تک بودی. خب مگه میشه توی یه رابطه از چند هدف رفت جلو؟ آره میشه رفت جلو به نظر من. مثلا تو میتونی به پارتنرت هم به چشمه همکار نگاه کنی، هم به چشمه پارتنر. یعنی هم میتونی باش زندگی عشقی داشته باشی، هم باش رابطه کاری داشته باشی. خب خیلی هم میتونه اوضاع رو بهتر کنه، اوضاع رابطه. یه حوزه‌ای باشه که بتونی توش هم باش همکاری داشته باشی، هم باش رابطه عشقی برقرار کنی، خیلی میتونه جلو بندازتت کلا. ولی خیلی سخته، خیلی سختی میطلبه این چیز و باید خیلی زمان بذاری، خیلی جنبه داشته باشی، خیلی جا ناراحت نشی زود. اهداف رابطه خیلی میتونه متفاوت باشه. کمی از معیارهای رابطه بگو. مثلا طرف مقابل چه معیارهایی مثلا باید داشته باشه؟ تو خودت چه معیارهایی دوست داری؟ شاید بینندم که از این معیارهایی که تو میگی خودش هم داشته باشه، پس بهتره که بگی تا اونا هم بفهمن. اینکه بیای بگی بیننده، اولا بیننده تلویزیونه بالاخره حالا اون شخصی که نشسته پشت دوشی پشت گوشی داره نگاه رفقا بگیم بیننده، رفقا مدزره نیست، رفقا عشقا که من اینجا داداش. ببین انسان کلا دو تا بعد داره، بعد انسانی، بعد حیوانی. ببخشید آدم کلا دو تا بعد داره، بعد انسانی، بعد حیوانی، یا همون بعد معنوی و بعد حیوانی. خب
به نظر من 90% مثلا رابطه های عشقی اساسش بعد حیوانیه. میدونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی تو وقتی یکی رو با چشت میبینی واسه بار اول میگی حداقل تو این مملکتی که ما زندگی میکنیم، خب یعنی من فضا نداشتم که مثلا با طرف اخلاقش رو بفهمم چیه فازش، مثلا به زندگی چطور شده ها، ولی در نگاه اول مثلا طرف رو میبینی، خب تعارف ندارم که مثلا تو یکی رو میبینی خوشت میاد، خوشم میاد، اون تو رو میبینه مثلا اونم خوشش میاد. در نگاه اول بعد حیوانیه دیگه، خب یعنی با غریزه میری جلو، درسته؟ الان فهمیدم چی میگی. یعنی این میل به مثلا دختر و پسر، دختر میلی که پسر به دختر داره و میلی که دختر به پسر داره اول رابطه رو شروع میکنه. خب بعد شما باید بیای این زیربنا رو داشته باشی، خب این میل رو داشته باشی، بعد بیای روش بلوکای رابطه تو بچینی، آجرای رابطه رو بچینی که یه رابطه خوب و سالم و اوکی داشته باشی. آجرای رابطه چیه؟ مثلا تو میتونی بیای به لحاظ معنوی بری جلو، ببینی چقدر اصلا روحت با این آدم اوکی، چقدر میتونی جفت شه روحت با روح این آدم. یا مثلا بیای در حوزه مثلا کارت ازش مثلا استفاده کنی یا با هم یه کاری رو شروع کنین. خب اینا همشون رو همون چیز میل اولی که داشتیمه. خب بعد تو میتونی این میل رو نگه داری و روش چیزی نچینی، همون زیربنا رو داشته باشی، زندگی تو بکنی. ولی خیلی بهتره که بیای از این رابطه خوبی که داری، رابطه‌ای که انتخاب کردی، شخصی که انتخاب کردی، تو جنبه‌های دیگه زندگیت هم اونو شرکت بدی. خب مثلا تو هیچ وقت نمیتونی مثلا بیای شده ها مثلا اصلا دیدی مثلا به بعضی چیز علاقه داریم، خب ولی اصلا حال نداری بریسم. آره خیلی سخته، خسته میشی، کار داری فلان، ولی مثلا یه نفر رو پیدا میکنی خب که بیاد مثلا اونم به این علاقه داشته باشه ببخشید به این موضوع علاقه داشته باشه، بعد اون تو رو رغبت میدی که بری دنبال اون کار و تو هم وقتی اون انرژی نداره اون رو رغبت میدی که برین دنبال اون کار. همو کامل میکنیم دیگه، همو کامل میکنیم. وقتی من مثلا انرژی ندارم اون میاد دنبالم، وقتی اون انرژی نداره من میرم دنبالش. تو میتونی از یه رابطه خیلی اوکی تر و سالم تر و بهتر منفعت ببری. خب تا مثلا بیای یک بودی نگهداری همه چی رو بگی دختر منم پسرم داریم میگذاریم. نه، میتونی خیلی جا ازش از همدیگه استفاده اوکی ها. خب خیلی کارا میشه با هم کرد، خیلی پیشرفته میشه با هم انجام داد. میدونید دیگه آدم و حوا دنیا رو با هم ساختن. این یعنی چی؟ یعنی واسه ساختن یه دنیا آدم کافی نبوده یا حوا کافی نبوده، آدم و حوا با هم کافی بودن. پس واسه ساختن یه دنیای جدید و یه دنیای اوکی واسه خودت، پس واسه ساختن یه دنیای ایدال و یه دنیای اوکی گوی بگازم اصلا بی سیدی از این یه بار میگم که بذاره اصلا کات نزن ندارش. واسه ساختن یه دنیای ایدال و یه دنیای اوکی باید هم آدم باشه هم حوا و با این دوتاست که میشه رفت جلو. یه عده میان میگن آقا مثلا مردا خیلی نمیخوام مثلا واردیم بس فمینیستی و فلان اصلا نمیخوام واردیم بس بشم، ولی دیگه باید این دوتا باشن مکمل شن. نه مکمل. خب باید اینطوری باشن اوکی که بره جلو همه چی بره اوکی شه، نه این که همه چی بیفته رو روتیشن که بعدش بیای بگی ای کو ما که میخواستیم اوکی شه ولی افتادیم رو روتیشن. go ahead man go ahead. معیارهای تو چیه؟ معیارهای تو چیه از رابطه؟ معیارهای من از یه رابطه آرامشه. خب خب نه جدی میگم آرامشه. خب ببین
مثلا من از صبح تا شب کار میکنم میرم خونه، حالا خانواده یه حرف میگن، خواهر برادر یه همشون یه حرفی میزنن، سر کارم هزار حرف شنیدی. آفرین. خب بعد مثلا میری تو اتاقت بشینید 2 کلام با این حالا پارتنرت، حالا هر اسمی که شما میذارین حرف بزنی، بعد اونم میاد آی تو چرا فلان کردی، نمیدونم نمیخوام و نمیشه و بیشترتر میرینه دیر به من پیام دادی، تو توجه نمی کنی، اصلا کلی سنبازی بابا من ساعت 9 از کار رسیدم خونه، 9 شب 9 و 1 دقیقه است داری به من پیام میدی، داشتم شلوارمو در میآوردم. قرآن مجید آرامش. ببین حالا من نمیگم اونا نباشه، اونا هم باشه، ولی اولین معیار هر انسان از یه رابطه آرامشه. آره قطعاً خونه نتونستون آرامش پیدا کنه که رفته بیرون با یه شخص دیگه حرف زده که اون آرامش بتونه پیدا کنه. بس لطفاً چه دختر چه پسر فرق نمیکنه، این آرامش رو از یه رابطه از یه شخص نگیری. آفرین، راست خیلی راست میشه. آره. معیارهای بعدی من هر کی یه معیار شخصی خودشو داره. واسه من مهمه خب قیافه. مثلا من برم با یه شخصی که حرف بزنم، مثلا اگه من جسارت نمی‌کنم، مثلا شاید خوشم نیاد ازش، نمیتونم یه رابطه چند ساله رو باهاش اوکی کنم. حالا شاید شما بگین خودت قیافه داری یا فلان بیساری، مثلا مهم نیست نه حرفا برام. معیار من اینه. خب خیلی معیارهای دیگه هست که میشه گفت، ولی خودم معیارام ایناست، مهمترینش ایناست. آره اون موضوع آرامشی که گفتی و من خیلی واقفم بهش و خیلی هم نیاز دارم. راستش ببین سیم ارت چیه میدونی؟ نه. سیم ارت شده تو خونه هاتون، شاید مثلا یه لباسشویی، یه ماشین ظرفشویی، مثلا چیزی رو میزنیم به برق، این اگه از توش اتصالی چیزی داشته باشه به بدنه خارجیش، برق میده به خارج این وسیله که آهنیه. بعد وقتی به این چیز دست میزنی دست میگیرتت. وقتی به این دست میزنی برق میگیرتت. خب میان چی کار میکنن؟ یه دونه میلیارد و یه میله آهنی رو میزنن تو زمین، بعد اون وسیله رو از بدنش وصل میکنن به اون میله که تو زمینه. به این میگن، به اون سیمی که وصل کرده به اون میگن سیم ارت. خب یه سیم سبز و زرد رنگیه این سیم. اینطوری نیستش تو کشورهای خارجی، اصلا اون پریزی که وصل میکنن خودش سیم ارت داره، میره به چاه ارت خونه خودش یه دونه چاه ارت داره. اینجا اینطوری نیست، سیم ارت اصلا نداره. همون سوراخ سومی که تو پریزای خارجیه دیگه، مال ما 2 تا سوراخ، اون سومی مال ارت. چیکار میکنه؟ اون برقی که مونده تو بدنه اون دستگاه رو میگیره میده به زمین. خب یعنی اونو صفر میکنه از برق. وقتی من همیشه بین این موضوع رابطه تفاهم و شباهت میبینم. میگی چطوری؟ ببین وقتی تو میری مثلا صبح از خواب پا میشی میری سر کار، مثلا حرف این حرف اون، اینو اونو میشنوی، فلان برو بیا بدو، فلان کن، اون ریخت، اون شکست، اون پول نداد، چرا اینطور شد، چرا اون کار کردی، چرا بد اومد، چرا دیر اومد، پشت سر هم خواهرم رفته مدرسه است مونده دیر شده برم دنبال ماشین خراب شد، تاکسی گرون شده، اسنپ همه اینا شب ساعت 9 تو مخته صداشون، همه چیش انگار بدنت پر از انرژی منفی و برق. مثلا برق در نظر الکتریسیته بد منفی، الکترونای منفی. خب بعد تو باید یه دونه سیم ارت داشته باشی که وصلت بکنه به زمین. خیلی خوبه که اون برق کامل رو ازت برق رو کامل منتقل کنه به زمین، باز صفر بشی، باز فردا بیفتی تو این روتین لعنتی و زندگی تو بکنی. خیلی 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 واجبه که یکی باشه که این نقش رو داشته باشه تو زندگیت. میتونی با سجده هم اوکی کنه ولی اونقدر نه. خب سجده هم همون زرگرن چون میده به زمین از این دو شنیدید. ولی من اینطوری نگاه میکنم، باید یکی
یکی تو رابطه همیشه سیم ارت باشه، یکی نه، واسه همدیگه سیم ارت باشه. خب که انرژی های منفی همو دفع کنید، ببره، بشوره، ببره. خب این خیلی مهمه. مثال جالبی بود حالا گفتم به اشتراک بزن. خواهش داداش. فیلسوف نوچرتم. معیار ظاهر خب خیلی چیز مهمیه به نظرم، و اینکه تو باید یکی رو انتخاب میکنی اصلا روت بشه که اینو ببری تو جمع. این خیلی مهمه. اصلا اوکی باشی که اینم، ولی اونقدر هم که مثلا بیای بگی طرف مثلا همه چی داشته باشه ولی مثلا قیافه نداشته باشه کنسله، نه. خیلی چیزا هست. تو باید جفت روحی پیدا کنی واسه خودت. خب با روحت با یکی اوکی باشه ولی مثلا قیافش یک کم بد باشه، بگی نه اون کار اشتباهیه 100%. چون تو باید همه جنبه‌ها رو در نظر بگیری. خب ببین وضعیت مالی باید در نظر بگیری، وضعیت جسمی در نظر بگیری، قد، هیکل، بدن، مثلا رفتار، اخلاق، قیافه، همه‌شو، صدا هم حتی باید در نظر بگیری. همه چی واسه ازدواج، واسه یه رابطه‌ای که بخوای ختمش کنی به آخر عمرت. حالا نمیدونم واسه چه هدفی کلیک کردی روی این ویدیو، ولی نظر من اینه واسه چیزی که بخوای تا آخر عمرت داشته باشیش، حداقل یا باید بدونی که اوکیه. نه اوکیه، ببین هیچ آدمی کامل نیست گفتم، ولی اوکی تره و میشه تغییراتی رو انجام داد تو رابطه، تو شخص. خب تغییر، برین تو اینستا بگردین، نوشته من را همینطور که هستم بخواه. این درسته؟ نه. چرا؟ خب چون نمیخوام اونطوریت. قطعا باید تغییر کنی. خب چرا باید شخصی که میاد مثلا من و تو میریم توی رابطه، خب من از یه اخلاقای بدم میاد، از یه اخلاقای خوشم میاد، تو باید اون اخلاقای بدتو تغییر بدی. نمیگم همشو تغییر بده، نه، نسبت به اون چیزی که من میخوام باید موازی کنی. باید سوزم کمی با من واسه تو مهم باشم، تو خودتو به خاطر من عوض میکنی. اصلا زندگی یعنی تغییر دیگه. خب هر روزی کاری انجام بدی خسته میشی. آره. من از یه اخلاق تو بدم میاد، نه من اینطوریم، من نمیتونم. باید با من باشی، این اخلاق منم نمیدونم اوکی کنی با خودت، نمیدونم فلان. یعنی اون چی؟ وقت منم مثلا اخلاقم اینه که لخت بجردم تو خیابون مثلا. آره. تو باید اوکی باشی، تو لخت بگردی من نگات کنم. ببین اگه یکی رو دوست داشته باشه واسش تغییر میکنه. تغییر خوب ها، نه اینکه مثلا بیای بگی من دوست دارم مثلا فلان رفتار، مثلا من دوست دارم اجتماعی بشی، با پسرا دست بدی، مثلا پسره بره به دختره من ازدواج رو میگم. خب شاید مثلا یه اکیپی دارین شما میریم مثلا توش همه با هم دست میدم، مثلا یکی داره اصلا کاری نداره، ولی مثلا حالا من خودم که اینطوریم، خب مثلا طرف بیاد بگه من میخوام به دختره بگم که من میخوام تو با هم اجتماعی بشی، چرا با پسر دست نمیدی؟ این یه تغییر زشته به نظر من. خب اینو حق داره طرف بگی نه، ولی مثلا یه تغییری که تو مثلا میتونی به بدنت برسی دیگه. خب هر آدمی میتونه یه سلف کیر، مثلا سلف کیر یعنی چی؟ خود مراقبتی. تو میتونی صبح وقتی از خواب پا شدی یه مثلا مدیتیشن بکنی، صبحونه بخوری، بابا اصلا 3 وعده اصلی رو بخوری، آدمی دیگه. جدی میفرمایی؟ صبحونه، نهار، شام، اینا رو باید بخوری دیگه. آقا اینا رو بخوری یعنی چی؟ یعنی به خودت برسی، به خودت رسیدن. این که بیا طرف میبینی صبح پا میشه یه چیپس میخوره تا شب، نهارم نمیخوره، نوشابه میخوره تا شب یه دونه. من میگم مثلا بیا تغییر کن. تغییر چی یعنی؟ یه صبحونه مفصل بزن، نهار پاشو درست کن، ببین چقدر روحیت عوض میشه. شب پاشو با مامانت مثلا یه شامی درست بکن بخور، خوبه، هم واسه خودت خوبه، هم واسه بدن خوبه، هم روحیت رو عوض میکنه. اینو میگم که حداقل این که به خودت برس. خب یه باشگاهی برو،
یه مثلا به بدنت برس، ببین بدنت کجاش ایراد داره، نگو مثلا نه من ساقم منو باید همینطور دوست داشت. نه دیگه این غیر منطقیه. ساقی میتونی مگه لاغر کردن چیز بدیه که بهتون برمیخوره؟ آقا من خودم 113 کیلو بودم شدم 80 کیلو. اگه یه چیز بدی بود انجام نمیدادم. خب اصلا من میگم لاغر کن، تو باید حال کنی که بگم من به خاطر حرف پارتنرم دارم رو خودم کار میکنم. خیلی لذت دم داره، لذتش خیلی حتی اگه زیاده. کم آوردی هم به اون فکر میکنی، به حرف اون فکر میکنی، به افتخاری که اون واسط میکنه فکر میکنی، باز انرژی بیشتر میشه. چیز دیگه یه کلا خیلی خوبه، باید اینو همیشه تو نظر داشته باشی داداش. سوز تغییر خوب، هر چیزی که عاملش باشه خوبه، تغییر خوبه، ماهیتش عوض نمیشه که. وقتی یه مشکلی میاد چطوری باهاش برخورد میکنی؟ خب این خیلی مهمه. ببین اصلا باید انتظار نداشته باشی که همه چی گل و بلبل باشه. نمیشه اصلا شدنی نیست. خب آدمای خوب و آدمای بد، آدمای با سازش تو روزای سخت پیدا میشن. یعنی ببینی چه واکنشی به روزای سخت داشته طرف. خب وقتی همه چی هست، وقتی پول تو جیبه، وقتی ماشین داری، وقتی لباس داری، وقتی مامان بابات اوکی، همه خب اوکی هم میان میرن میگذرونن دیگه. حتی این سگایی که تو کنار خیابونه اونم باهات اوکی ان. مهم اینه که تو بی پولی ببینی کی اوکیه باهات، کی میمونه باهات، کی میمونه، کی سازش میکنه. وقتی مثلا یکی یه نشنیدی مثلا چه واکنشی نشون میده، اینا مهمه. خب و یعنی تو روزای خوب همه هستن. تو مثلا وقتی حسابت برو به 3 تا دختر راه بیایم بریم کافه، به حساب من همشون میان. مونده به اون وقتی که پول نداره، فهمیدی؟ بله. میشم لاتیش کنم داداش. لاتی دیگه. شکلات. مهم اینه تو اون روزای سختت که مونده پیشت و تو اون روزای مشکلت. خب و یه توصیه‌ای که به شما دارم، سعی کنید هیچ نفر سومی رو وارد رابطه نکنید. این نفر سوم میتونه چی باشه؟ میتونه رفیقت باشه. خواستم همین بگم. میتونه بابات باشه، میتونه مامانت باشه، میتونه باباش باشه، میتونه ماماش باشه. خب رفیقش باشه. هر کسی که هست رو وارد رابطه‌تون نکنید. گوش کنید. اشتباه. خیلی اشتباه. فردا میای تو پیج ما ویدیوی کات کردن پیدا میکنی. اینو گوش کن که فردا نیای ست کات کنی تو یوتیوب. درخت از داخل خورده میشه همیشه. خب سعی کنید نفر سوم رو داخل درخت نکنید که از داخل چرم بخوره. فهمیدی؟ اشتباهه، خیلی اشتباه. لحظه نمیدونم این رفیقمه، این جونمه، داداشمه، برادرمه، نمیدونم چیمه، اوکی هم باش، نمیدونم 100% میشناسمش، همشون حرفه. اختیار رابطه رو، حالا من میگم یه نفر رو وارد نکنید، یه عده میان اختیار رابطه رو میدن دست یه چی دیگه. خیلی چیز بدیه. تموم شده است اون رابطه، این آخرش تموم شده است. اصلا نیاز نیست بیشتر توضیح بدیم. بعضی هم علامه دهن ولی خودشون عمل نمیکنن. خلاصه که ما این سیسمون رفیقیم، واسه رفیقامون تیر میخوریم، ادب میکنیم بهت بشینی پیشمون، بی ادب بشی موهاتو سفید میکنیم. عشقونه که حالتو خوب کنه. گفتی. ولی من حاضرم به خاطر اون حال خوب حال بدی هم بکشم، اگه مطمئن باشم که حالمو خوب میکنه. افکت هم نمیذاریم، خود طبیعت افکت صوتی داره. سعی کنید یکی رو انتخاب بکنید که فردا روز اگه اتفاقی افتاد بتونید روش حساب کنید. کلا در هر نوع رابطه‌ای، چه رفاقت، چه عشقی، چه تجاری، چه هرچی، خب یکی رو پیدا کن که اگه ماشینت موند تو خیابون بتونی زنگ بزنی. تو جوری زندگی کن که اگه ماشینت
یه روز مون تو خیابون یکی رو داشته باشی که بتونی بهش زنگ بزنی. این خیلی مهمه. یا اگه حالت بد بود خب بتونی به یکی زنگ بزنی، باهاش حرف بزنی. حالا میدونی جالبش چیه؟ زیه جالبش اینه که وقتی با اون یه نفر دعوات شد ناخودآگاه زنگ میزنی به خودش، بعد یادت میاد که با اون قهر بودی. اصلا پسرا رو نمیشه فهمید، عشقی که پسرا به مثلا کلنا ببین به خانواده، به همسر، به پدر مادرشون، به رفقاشون دارن و اصلا نمیشه درک کرد. روزی درک میشه که این عشق نباشه. فقط اون روز درک میشه. و اینکه یه حرفی بود میخواستم بگم، شاید پسرها در ظاهر متنفر باشن از کسی، ولی از ته دل عاشقش باشن. همین بچه امیدوارم تو هر مرحله، ببینید رابطه هم یه مرحله از زندگیتونه، زیاد سخت نگیرین. خب یه پارت دیگه هم میذاریم از رابطه که تموم شده است، چون احساس میکنم خیلی هستن زیادی هستن. آره گفته بشه. خیلی هستن نیاز به این حرفا دارن. میذاریم اونم حالا ویدیوهای بعدی انشالله که یکم استفاده کرده باشی، 1% تغییر بتونید خودت بدی، تو خلوتت استفاده بکنی و آدم خوبی رابطه داشته باشی، بهتر کنی تو هر مرحله از زندگیت که هستی. آره این روزا هم میگذره مثل همون روزایی که گذروندی، این شبا هم میگذره مثل همون شبایی که گذروندی. یهو به خودت میای میبینی پیر شدی. پیر بشو ولی خودتو پیر نکن. بذار روزگار گذر ایام پیرت کنه، خودتو پیر نکن، ارزش نداره به خودت. خداحافظ شما. قربان شما. خداحافظ. آقا دمتون گرم که این ویدیو رو هم تماشا کردین. مثل ویدیو قبلی 13 تا ویو داشتیم، خیلی زیاده واسه ما. خیلی. بعد امیدوارم خوشتون بیاد دیگه. فقط لایک کنین. ببین نمیگم سابسکرایب هیچی نکنین، زنجوله رو بزن، سابسکرایب هم مکن، چرا میکنیم بکنین، لایک، فقط این لایک رو بزنین. ویدیوها رو اینطوری تک تک میریزیم. ما ادامه میدیم، ما شخصی نیستیم که وسط راه ول کنیم، ادامه میدیم. بگیره نگیره هم مهم نیست، اصلا 1000 تا ویدیو میذاریم، یه دونه چیز بگیریم ویو بگیریم مهم نیست، میذاریم. نیستیم از اونایی که به یه مشکل میخوریم گرد کنیم. دقیقاً. آقا شب و روز خوبی داشته باشین دیگه. مرسی که تماشا کردین. به حرف خودت گوش بده. اول به حرف درونی خودت گوش بده، بعد نظرات دیگران رو دخیل کن، ولی اول حرف خودته. شب بخیر، روزتون بخیر. ایام بکام. ماچ به کله تک تکتون. خداحافظ.